دخترت دنبالت میگرده. مگه طلاها رو همینجا دفن نکرده بودیم؟ پس چرا پیداشون نمی‌کنن؟ نه اینجا بود. نکنه جاشو گم کردین؟ نه نشونه گذاشته بودیم. پس چرا نیست؟ اگه طلاها رو پیدا نکنیم کمال هممونو میکشه. وایسا الان پیداش میکنیم. پیداشون کردم. طلاها رو برداشتم. حالا دیگه رسما بدبخت شدیم. دلم میخواد از عصبانیت خودم رو خفه کنم. آخه کی میتونه این طلاها رو برداشته باشه؟ کی؟ سوگل آروم‌تره که میشنوه. هر کی میخواد بشنوه، مهم نیست. میگم طلاها رو بردن. حتما وقتی داشتین چالش میکردین یکی دیده. یعنی میگی دیده و بعدم طلا رو برداشته و رفته؟ نمیدونم. شاید یکی دیگه نباشه. فقط ما میدونیم. یعنی ما 4 تا و اون پسر سرکان. خب دارم میگم ممکنه کار یکی از خودمون باشه. ساغر این چه حرفیه؟ خب مگه چیه؟ ممکن نیست؟ شاید تو برداشته باشی، چون تو اول خیلی پولدار بودی. یه لباسو 2 بار نمیپوشیدی، همیشه موبایل داشتی. الان بی پولی برات سخته. برای همین طلاها رو برداشتی فروختی و پولشو خرج کردی. ساغر من دزد نیستم، فهمیدی؟ باید به همدیگه اعتماد کنی. چرا من باید به شما اعتماد کنم؟ شما تازه اومدین اینجا، همش چند روزه که میشناسمتون. من فقط به سوگل اعتماد دارم. از این به بعد به منم اعتماد نکن. آره طلاها رو من برداشتم. اون نوشته تو حیاتم من نوشتم. میدونی چرا؟ برای اینکه بترسونمتون، برای اینکه من یه روانیم. دختر تو عقلت کجا رفته؟ اونا جای خواهرای ما هن. خب پس میگی کار کیه سوگل؟ از کجا معلوم کار تو نباشه؟ اول از همه تو جاسوسی، عادت داری دوستاتو بفروشی. بی شخصیت خودتی. حرفتو پس بگیر. شما چتون شده؟ آروم باشین. چرا بی خودی به جون همدیگه افتادین؟ اوف. مارال چرا اینجا خوابیدی؟ نخوابیدم، دارم درس میخونم. دروغ نگو. مثل آدم برو رو تخت خواب بگیر بخواب دیگه. رو صندلی که نمیشه خوابید. منتظرم سوگل بخوابه. چرا؟ چون اگه منو ببینه حسابمو میرسه. برای چی باید حساب تو برسه؟ سوگل همیشه یه دلیلی داره. پشو دخترم پشو. ببین نریمان خانوم عصبانی میشه. برو میخوام چراغا رو خاموش کنم. پشو عزیزم. میخوای ببرم تو اتاق؟ نه من خودم تنهایی کتکمو میخورم. ما مثل خواهر بودیم، حتی از خواهرم به هم نزدیکتر بودیم. به خاطر چند تا تیکه طلا افتادیم به جون هم دیگه. در واقع از چند تا تیکه بیشتر بود. حالا چه فرقی میکنه ای بابا؟ ببین ما با هم رفیقیم، دوستیم. دوستای واقعی هیچ وقت همدیگه رو نمیفروشن. دوست الکی هم هست که مثل صابون میمونه، فقط تو رو زمین میزنه. ولی رفاقت ما اینطوری نیست. مثلا این نکن نزن. این برای چی ترسید؟ چون که یه غلطی کرده. به خاطر دوستای جدیدش منو فروخت. مگه چی کار کرده؟ بذار خودم بهت بگم. از سوگل حرف کشیدم و به دافنه اینا گفتم. همش همینه. روت میشه صحبت کنی بی تربیت؟ سوگل بسته دیگه. به خدا میرم میشه مدیر ازت شکایت میکنم. پس الان اون زبونتو از حلقت میکشم بیرون تا دیگه نتونی صحبت کنی. بسته سوگل ولش کن. مگه چی گفته؟
منو گول زد فرستاد تو سالن استخر. رفتم اونجا دیدم اون گونه عوضی هم اونجاست. میدونی امروز نزدیک بود ایلول همه چیو به هم بگه، ولی همون لحظه تلفن باهاش کار داشت. بعدم دیگه منصرف شد که بگه. من که فکر میکنم ناپدریش زنگ زده بود. خب نظرت چیه؟ خشونت یا تجاوز؟ من که چیز دیگه‌ای به فکرم نمیرسه. خدایا چرا انقدر تو زندگی به بچه ها ظلم میشه؟ میدونی واقعا دلم میخواد اینطور آدم ها رو بکشم. امیدوارم که ما اشتباه کرده باشیم. ایشالله. نگران نباش، من تو مدرسه هوای ایلولو دارم. دوتایی با هم دیگه از اون دختر محافظت میکنیم، باشه؟ بچه بودم مادر بزرگم میگفت خدا هیچ وقت 4 تا چشم از زندگیت دور نکنه. منظورش پدر مادرم بود. واقعا که حرفش درست بود. ما هستیم، سعی میکنیم از ایلول مثل دخترمون مراقبت کنیم، حمایتش کنیم، کمکش کنیم. نمیشه؟ چقدر تو آدم خوبی هستی. تو هم خیلی بد نیستی. ولی یکم بیشوری. تو هم بد اخلاقی. جمره، من معذرت میخوام. تو خیلی کمکم کردی که خانواده‌مو پیدا کنم. نباید بهت میگفتم دوست. منم وقتی پولدار بودم مسخرتون کرده بودم. پس تا معذرت خواهی کن. معذرت میخوام. آفرین، همدیگه رو ببوسین و آشتی کنین. بعضی هم یاد بگیرن رفاقت چجوریه. خوابیده؟ مثل اینکه به عمو کمال چی بگم؟ اگه بهش بگیم طلعه ها رو پیدا نکردیم اذیتمون میکنه. معلومه که اذیتمون میکنه. حالا چیکار کنیم؟ مثل بچه ها گریه نکن. ببینید باید آروم باشیم. بعدشم مگه پلیس دنبال این آدم نیست؟ ما هم جاشو به پلیس لو میدیم دستگیرش میکنن. مامانت جاشو میدونه نه؟ مامانم نمیگه. اون منو فدا میکنه ولی شوهرشو نه. باشه، بازم پلیس دستگیرش میکنه نه؟ دقیقاً. ما هم تا اون موقع از همدیگه محافظت میکنیم. اون عوضی هم نمیتونه اذیتمون کنه. اون بیدار نشه. بیاین بخوابیم. باشه. با من کاری نداشته باش قاتل. همینه مارال جون. هر بار که بهت نزدیک میشم همینطوری بترس. چون که من هیچ وقت از انتقام دست بر نمیدارم عزیزم.